اطفال نازنین و دوست داشتنی سلام. امیدوار هستم صحت سلامت باشین. همراه خوارکا و برادرکایتان یک جای نشستین تا ما قصه جدید براتان باز آورده باشم و باز براتان قصه نو بگویم. بله همونطور است. ما براتان یک قصه بسیار شیرین نو آوردیم. خدا کنه که قصه خوشتان بیاید. خوب گوش بگیرین که چند درس نو از یاد خود گرفتین، چند گپ نو یاد خود گرفتین و در زندگیتان او را عملی کنین و در آخر به سوالای ما هم جواب بدین. خوب گوش بگیرین. ما براتان میخوانم. نام این قصه از دخترک شیرفروش. این حال ما میخوانیم که دخترک شیرفروش کی بوده، چی کارا کرده که برش قصه نوشته شده. زرلش دخترک هوشیار و زیبا بود که در روستای نزدیک شهر زندگی میکرد. روستا را همانایش هم میفهمین. یک قریه بوده که نزدیک یک شهر در اوجا زندگی میکرد زرلشت. پدر زرلشت در جنگ ها زمانی که در مزرعه کار میکرد به دلیل اصابت گلوله راکت هر دو پایش را از دست داده بود. به همین دلیل زرلشت که در صنف 4 و زاهد برادرش که بزرگتر از زرلشت بود در صنف 6 هم درس میخواندند و هم کار میکردند. خب اطفال نازنین فهمیدین چرا اینا هم درس میخواندن هم کار میکردن؟ به خاطر که پدرشان هر دو پایش از دست داده بود و یا مجبور بودن که برای پیش بردن زندگی کارم بکنن و درس هم بخوانن. بسیار خوب. حال گوش کنین بقیه قصه را براتان بخوانم. زاهد به عنوان شاگرد باغبان در باغ یک مرد ثروتمند روستا کار میکرد و برادر کوچکترش عمر نام داشت و چون کوچک بود در خانه بازی میکرد. مامای زرلشت که زندگی بهتر نسبت به آنها داشت برای کمک به آنها یک گاو خریده بود تا از نظر اقتصادی همراهشان کمک کند. مادر زرلشت یک رس بز هم داشت و هر روز شیر گاو و بز را دوشیده و به زرلشت میداد تا به بازار ببرد و بفروشد. خب اطفال نازنین فهمیدین قسم زندگی خدا پیش می بردن؟ خب وقتی که پدرشان پای نداشت در دو پایش از دست داده بود، زرلشت و زاهد برادرش کار میکرد و زندگی خدا پیش می برد و مامای زرلشت همراهشان کمک کرده بود. یک گاو برشان خریده بود و یک رس بز هم خودشان داشتن و زرلشت شیر گاو و شیر بز را در دکانهای در بازار نزدیک خانهشان در دکانها مفروخت. بسیار خوب. خوبشتانه بیرین که باز آخر همه ای گپا را پرسان میکنم. حال بقیه قصه را براتان میخوانم. یک روز وقتی زرلشت شیر را به بازار برد، دختر همسن خودش را دید که از دکاندار خواهش میکند که برایش یک گلاس شیر بدهد. آن دختر که نازو نام داشت میگفت کاکا جان یک گلاس شیر به من بده. برادرم گرسنه است و مادرم بیمار است. چون دکتر برایش اجازه نداده است که شیر را به برادرم بدهد. برادرم گریه میکند. اما فروشنده با خشم میگفت برو پول بیاور. زرلشت که حال نازو را دید ناراحت شد و به دکاندار گفت یک گلاس شیر از شیری که من آوردم به نازو بده. فروشنده به خنده گفت مقدار پول کم میشه. مبادا مادر یا پدرت قهر شود. و بعد پول شیر که کمتر از هر روز بود به زرلشت داد. وقتی هر دو از دکان خارج شدند زرلشت از نازو پرسید که خانهشان کجاست؟ نازو گفت خانه ما در مسیر همین راه است. آنقدر دور نیست. و خانهشان را به زرلشت نشان داد. سپس گفت که مادرم بیماری ریوی دارد و دکتر او را منع کرده تا که صحتیاب نشده و برادرش شیر ندهد. بیماری ریوی را فهمیدن اطفال نازنین؟ یعنی ششهایش مشکل داره. شش مادر نازو مشکل داره. از او خاطر دکتر
از شیر دادن به برادرش او را منع کرده که برای برادرش کدام نقص نرسه، برای صحتش کدام ضرر نرسه. از او خاطر گفته که تو شیر خدا به بچگکت نده، به عوض شیر حیوان مثل بزه به برادرت به بچگکت بده، زیرا برادر کوچکش به شیر نیاز دارد. زرلشت گفت شیر را در خانه ببر و بعد بیا که من خانه ما را که خیلی دور نیست برایت نشان بدهم. بیا تا مادر من هر روز شیر بز به تو بدهد. تا زمانی که مادرت خوب شود بیا و شیر ببر. نازو خوشحال شد و زرلشت تشکر کرد. خب ببینید اطفال نازنین که زرلشت چقدر یک دختر مهربان و دختر خوب بوده، چقدر هوشیار بوده. در وقت بسیار سخت خواسته که به دختره کمک کنه. بسیار خوب، باشین که بخوانیم که دیگه چی شده. سپس نازو شیر را به مادر کلانش داد و از او اجازه گرفت و با زرلشت همراه شد. چند لحظه بعد به خانه زرلشتشان رسیدند. مادر زرلشت تعجب کرد و گفت این کیست؟ نازو برایش سلام داد و زرلشت تمام قصه را برایش گفت. سپس مادر زرلشت او را خیلی تشویق کرد و نازو را هم دلاسا کرد و گفت زرلشت دختر هوشیار و مهربان من است و تو مشوره خوب داده است. صبر کن تا همین حالا یک بوتل شیر بز را برایت بدهم تا برای برادرت ببری. مواظب باش که شیر گاو را به او ندهید. گاو به برادرت ضرر دارد. هر روز بیا من در همین بوتل برایت شیر بز می دهم و برادرت ببر تا که مادرت خوب شود. خب اطفال نازنین ببینید که چقدر زرلشت و مادرش مهربان بودند، چقدر کار خوب کردند. زندگی یک طفل کوچک نجات دادن که مریض نشه و گشنه نمانه. بسیار انسانای خوب بودن، بسیار انسانای خوب بودن. پس از آن نازو هر روز می آمد و مادر زرلشت شیر بز را برایش می داد. وقت مادر نازو خوب شد او به همراه خانواده‌اش به خانه زرلشت آمد و از آنها تشکر کرد. پدر نازو که در ولایت دیگر با یکی از مؤسسه‌های خیریه کمک برای معلولان کار میکرد، برای پدر زرلشت یک ویلچیر آورد و به این ترتیب دو خانواده نزدیک و دوست خوبی شدند و پدر زرلشت که به ویلچیر ضرورت داشت دیگر به ویلچیر عادت کرد. بسیاری از کارهای خانوادهش را خودش انجام میداد. زرلشت بسیار خوش بود که کار خیر انجام داده و اکنون همه خوشحال و راضی بودند. بسیار خوب اطفال نازنین، چقدر یک قصه شیرین بود. خوشتان آمد؟ حتما خوشتان آمده. من فهمیدم که کلتان خنده کردین، خوش شدین. بسیار خوب. حالا من آخر چند سوال دارم و ایره هم براتون میگم که شما چی گپایی را یاد گرفته باشین از این قصه شیرین. حتما میفهمین که چی یاد گرفتین. اولی که در زندگی همیشه باید کوشش بکنین. اگر شما مجبور میشید که یک کار هم بکنین، همراه خانواده‌تان کمک بکنین. درسایتان باید حتما بخوانین، اعلان نتین. حتما درسایتان بخوانین و در کنارش اگر ضرورت داشتین کار هم بکنین. بسیار خوب. درس دوم که یاد گرفتیدی بود که دلتان مهربان باشه، همراه همسایه ها، خویشاوندا، دوستا و هر کسی را که مشناسین در صورت که مشکل داشته باشه اگر شما میتونستین حل کنین. مثل که زرلشت و فامیلش با وجود که بسیار فامیل پولدار نبودن اما همراه فامیل نازویشان چی کرد؟ کمک کردن. بر برادرک شیر داد، هر روز بر شیر میداد تا که مادرش صحتیاب شد. بسیار خوب. این درس دوم. درس سوم ای که اگر خدای نخواسته کسی معلول هم می باشه میتونه که کار کنه، میتونه که به خانواده خیرش برسه و شما دیدین که پدر زرلشت وقتی که پدر نازو همراهش همکاری کرد برش ویلچیر آورد، بسیاری از کارها را خودش پیش می برد
پس ما هیچ وقت کسی را نگوییم که این کار کرده نمیتونه. حال بخش سوال ها هست. من از پیشتان سوال میپرسم، باز شما جوابایش به مادر جان، پدر جان یا خواهر برادر بزرگتان بگوین جوابایش که اونا براتون بگوید که شما درست قصه را فهمیدین یا نه. که انشاءالله فهمیدین. من میفهم بسیار اطفال نازنین و لایق هستین. سوال اول، زرلشت کی بود؟ سوال دوم، زرلشت به برادر کلانش زاهد چرا بعد از وقت مکتب کار میکردن؟ سوال سوم، زرلشت به کدام کار مصروف بود؟ سوال چهارم، مادر نازو چرا به طفل خود شیر نمیداد؟ سوال پنجم، فامیل زرلشت و فامیل نازو چرا با هم دوست شدند؟ سوال ششم، پدر نازو و پدر زرلشت چی نوع کمک کرد؟ دیگه سوال نیست، همین 6 سوال است. امیدوار هستم قصه خوشتان آمده باشه، سوالا رو جواب داده باشین. تا قصه شیرین دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.